الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مهربان محبت ما و شما را، اخلاص ما و شما را، یقین ما و شما را به سوی این دین پاکش زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که این طاعت ها و این عبادت هایی که اگر چنده که بسیار ناچیزند، بسیار کمند، الله مهربان به درگاهش مقبول بگرداند و آن وعده های را که خدای مهربان در عوض این عبادت ها و آن بشارت های را که برای بندگانش الله مهربان وعده کرده است، خداوند یکایک ما و شما را با نصیب گرداند. و از الله مهربان خواهان او هستم که هر یک حاجت طلبی که هست خدای مهربان حاجتاشون برآورده گردانی و هر یک نفرهایی که قرضدار هستند خدایا از قرض خلاصشون گردانی و هر نفری که امروز زندانی هستند خدایا از زندانها هم رهاشون گردانی. و الله مهربان دعای ما همین است که در دنیا همچون مسلمان حیات به سر بردن را نصیبمان گردانی و همچنان از دنیا زمانی که بیرون می شویم دنیا را پدرود می گوییم خدایا همچون مسلمان مردن را هم برای ما نصیب بگردانی. خداوند و گذشتگان همه ما را رحمت و مغفرت کنی، بیماری هامان خدای مهربان شفای کامل تی، تمام مهاجرای ما را خداوند سفرهاشون مبارک و بخیر و هر جا که باشند خداوند کاراشون در برار و برکت نصیب بگردانی. یک لحظه ای را از حیات شیخ سعدی که این عزیز خدا بالای ورق آورد و به یک گویم طریق نظم در آورد که فرمود دوش مرغ به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغ کند چنین مدهوش، گفت شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش. برادران عزیز و گرامی، جناب شیخ سعدی می فرماید وقتی که من از طریق صبح سحر ناله پرنده را یا خواندن پرنده را گوش می کردم، بعد شنیدن ناله این پرنده یک باره عقلم و صبرم و طاقتم همه از دست رفت و در زمین افتادم. دیگر مقصد آگهی ندارم که بعد افتیدنم چی به سر من آمد. زمان خودم در بالای بستر دیدم. وقتی این آوازه میگد به گوش نزدیکا و شاگردام که رسید، آمدن و از من پرسیدن. چی پرسیدن؟ گفتم باور نداشتم که تو را
بانگ مرغ کند چنین مدهوش. پرسیدن ای استاد عزیز، ای شیخ بزرگوار، با شنیدگی ما بعد شنیدن یک ناله پرنده شما به این احوال زدید، یعنی خیلی ناتاب شدین، خیلی بیمار شدین. آیا این حقیقت دارد؟ برادران عزیز، شیخ سعدی یک جواب بسیار زیبا گفت. ولی الحمدلله رب العالمین، من در همی گشت و گذارام بسیاری خانه ها میرم، میبینم که در خانه هاشون معمول به طریق که بگیم یک پرتره دوری، در تنهای دیوالشون شعرهای عزیزا و بزرگا را یا یک آیت قرآن یا یک حدیث پیامبر آورده است که دائم چشمش به همون که میرسه. این بسیار خوبه، این بسیار خیره. یعنی این جوابی که شیخ سعدی بر این دوستداراش داد، دوست داشتم که این هم شما در همون اتاقای منشستگیتان یا در جایی که همیشه چشم رسه، شما ایرا در همونجا نویسین و گذارین تا برادران عزیز برای ما و شما یک درس حیاتی شود. بعدا شیخ سعدی چی جواب گفت؟ وقتی گفت من باورم نآمد که شما را ناله یک پرنده، ناله یک مرغ به این احوال آورد، گفت شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش. گفت ای برادران عزیز و گرامی، مرا گفت به این احوال حقیقتا همین حالت آورد، زیرا که وقتی دیدم مرغ یک پرنده که مکلف نیست، برادران عزیز، از این نعمت عقلی که بنده داره، انسان داره، پرنده و چرنده و گویم اینها از این محرومن، ولی بازم این وقت دیدم یاد خدا میکند، دیدم که ذکر خدا میکند، این گفت اندیشه مرا به این احوال آورد. یعنی شرمم آمد که آخه حق یاد کردن خدا، حق ذکر خدا انسان دارد، نه پرنده. خدا رحمت کنه حضرت مولوی جنونی را، میگو همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست واقف نیست آدم. همه مشکلات برای فرزند آدم است و همه این تأکیدها هم برای فرزند آدم است. من این قصه را به خاطر آن آوردم برادران عزیز که همیشه حرکت کنید که هیچگاه زبان شما خشک از یاد خدا نباشد. حرکت کنید که همیشه در زبان شما لا اله الا الله باشد. همیشه کوشش کنید در زبان شما استغفر الله باشد. کوشش کنید در زبان شما همیشه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم باشد. در زبانهای شما الله اکبر باشد. این کلمات ها را برادران عزیز زیاد گویید. حضرت مولوی می گفت به هر حرف کند عادت زبانت، به روز مرگ آید در دهانت. برادران وقتی زبان هاتون به این کلمه های زیبا عادت میکنه، زمانی که تو سرت در بالیشت گذاشتی و زمان شود که باید که الله امانت چه بگیره، در همون زمانم زبان تو که آموخته بود همون حالت دم لا اله الا الله من سبحان الله و بحمده الله اکبر الحمدلله، اینها از زبانت خارج می شود. از این لحاظ این حالت این قصه را من به همین خاطر آوردم. انشاءالله امید دارم خواهرها و برادرای عزیز که بعد شنیدن این انشاءالله شما هم در عمل کردن این خدا خواهد کمر همت میبندین. انشاءالله شما هم در این باب محبت میکنین، پیروی میکنین. این فایده هم دنیای شما هست و هم آخرتتان است. من در حدیث خواندم که هر کسی را که اگر در دنیا
ذکرش زیاد باشد، هر کسی را در دنیا طاعتش زیاد باشد، اجرش کو بجای خودش، ولی با در عوض این خدا گفته رزقش هم زیاد میکنه. برای حرکت کنید که در هم دنیاتون آباد هم آخرتتون آباد.